ليه ترامب منع الأقمار الصناعية إنها تنشر أي شيء في منطقة الشرق الأوسط؟ إيران الساعات الأخيرة صعدت من ضرباتها على الأراضي المحتلة وعلى القواعد الأمريكية في الخليج ضربات لا تتوقف على مدار الساعة. لطيف וואי, נראה לי נפל פה איזה רסיס כאן בפסגת זאב. וואי, היה פה פיצוצים חבל על הזמן בשמיים, נראה לי רסיס זה. واضح جدا ان الساعات الاخيره في فشل ذريع من الدفاع الجوي الاسرائيلي في مواجهه الضربات الايرانيه، وده واحد من اهم اسباب منع صور الاقمار الصناعيه من المنطقه. نزل على ايلات هي قدامنا شايفينه. يا الله اطلقوا من اليمن شكله. וואי, לא ראית כמה ירד? מלא. וואי, זה פה מעל מאפיית הדקל. וואי, שם נפילה אחת. ועוד אחת. علينا واحد فجرنا كلنا. والله العظيم دبعت علينا. كير لقيته. الحوثيين النهارده اعلنوا ان هم شاركوا في ضربه مع الحزب وايران في الرشراش، واستخدموا الرشراش مش ايلات المحتله. طبعا اللفظ ده محرم في مصر تماما، لان مصر تنازلت على الرشراش اللي هي ارض مصريه خالصه لتصبح للكيان مكان على البحر الاحمر. خرج نتنياهو يقول ان اللي ماتوا في حيفا هم السبب، لان هم ما دخلوش الملاجئ، لو دخلوا الملاجئ ما كانوش מתו. שוחחתי עכשיו עם ראש העיר חיפה יונה יהב, והבעתי צער עמוק על אובדן החיים הקשה של 4 אנשים בחיפה. יונה יהב ביקש כמה דברים, והנחיתי מיד את מנכ"לית משרדי לעזור ככל הניתן גם למשפחות וגם לעירייה. אבל הדבר החשוב שעלה שוב בשיחה זה עיקרון אחד פשוט, עיקרון ברזל. מי שממלא אחר הנחיות פיקוד העורף ונמצא במרחב מוגן, הסיכונים שלו להיפגע כמעט ולא קיימים.
לכן אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, כולם, ותושבי הצפון בפרט שעוברים עכשיו באמת את המסע הקשה הזה, ואני יודע כמה קשה לכם. אני מבקש מכם, אנחנו נעזור במה שאנחנו יכולים, ואני מבקש מכם לשמוע לפקודות, להנחיות פיקוד העורף. طبعا نتنياهو كان قبلها في خناقة تانية على قصة ان في مظاهرات وفق عليها من الامن انها تنزل ضده وقت الحرب، وهاجم هذا التصرف. انتوا ازاي تعملوا كده، تخشوا على الناس بيوتهم ازاي يعني تعملوا تظاهرات كده؟ ترامب اللي وجه 5 مرات رسائل للرئيس الامريكي وتهديدات بفتح المستور عشان يرفع يدي براءة وعفو عن ترامب. امر لا يصدق في حين يمنع اليهود من الصلاة عند حائط المبكى في العيد. سمحت المحكمة العليا بمظاهرة يسارية في تل ابيب. حرية التظاهر مهمة، لكن حرية الصلاة لا تقل أهمية في أوقات الحرب. الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الترتيبات الأمنية هي قيادة الجبهة الداخلية. طبعا في مظاهرات حدثت والشرطة كانت بتضربهم، فأول لما جت ضربات إيران وقفوا الضرب والاتنين دخلوا مع بعض الملاجئ. هوريك 3 مواطنين إسرائيليين معزولين عن العالم الخارجي تحت أنقاض صاروخ إيراني أصاب مبنى في حيفا، وهذا ما رأى رئيس الوزراء مناسبا لتغريده. هذا ما قاله رئيس بنقاش حائط المبكى خالي تماما، وهذا وضع محرج لأنه روح العالم اليهودي الفقرتان أمر ما عرفش إيه البزراميط ده، مش مهم. المهم كان في مظاهرات حصلت بالفعل والشرطة كانت بتضربهم، فأول لما جت ضربات إيران وقفوا الضرب والاتنين דחלו مع بعض الملاجئ، الشرطة والمتظاهرين. בכיכר הבימה, נערכת שם הערב הפגנה נגד המשך המלחמה, היה שם ויכוח על מספר המשתתפים, עכשיו אנחנו רואים אותם יורדים שם בניסיון להתמגן. איתי. כן, קרן, מוקדם יותר ויכוחים כאן אחרי החלטת בג"ץ לאשר כאן הפגנה עד 600 מפגינים. המשטרה מצידם טענו שיש כאן יותר מ-600, למעלה מ-1,500 מפגינים, החלו לפנות אותם בכוח, ועכשיו על רקע הדברים האלה גם התראה לפני הזקה כאן בכיכר הבימה. יוכל להראות לכם את המפגינים, אחרוני המפגינים, אלו שלא נעצרו או למעשה פונו על ידי המשטרה, יורדים כאן למרחב המוגן. צריך להגיד שני אירועים שממש קורים כאן במקביל. מצד אחד ההפגנה הזאת, הוויכוח עליה, העימותים בין השוטרים לבין המפגינים שהחלו לפנות אותם בכוח, ומהצד השני ממש הנה ברגעים אלה נשמעת גם בעצם הזקה, ואנחנו רואים את כל המפגינים יורדים כאן למטה יחד עם השוטרים שלפני דקות עדיין ניסו לפנות אותם באירוע הזה. בינתיים נחזיר את השידור לכם, נמשיך לעקוב ולעדכן, קרן. תודה רבה לך איתי גלאון. זה החניון הבימה בתל אביב. אלה התמונות שאנחנו מקבלים בשידור חי. אזעקות כעת באזור השפלה, באזור גוש דן וחלק מאזור השרון. נא להיכנס למרחב. الملاجئ بتجمعنا، المتظاهر والشرطة الاتنين كانوا يضربوا بعض، دخلوا الملاجئ. في الوقت اللي ظهر فيه וزיר الدفاع يتفاخر انه استهدفوا أهداف מדיניה في איראן. תקף כעת בעוצמה את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן שנמצא באיסלאוויה, יעד מרכזי שאחראי לכ-50% מהייצור הפטרוכימי במדינה, וזאת לאחר שבשבוע שעבר הותקף המתקן המרכזי השני. כעת שני המתקנים שאחראים יחד לכ-85% מהייצור הפטרוכימי של איראן הוצאו מכלל שימוש ואינם מתפקדים. מדובר במכה כלכלית קשה בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים למשטר האיראני. התעשייה הפטרוכימית היא מנוע מרכזי במימון פעילות משמרות המהפכה ובבניין הכוח הצבאי של איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולתקוף בכל העוצמה את התשתיות הלאומיות של משטר הטרור האיראני. משטר הטרור האיראני יגלה כי המשך התוקפנות נגד ישראל והירי הפחדני והנפשע לעבר אזרחי ישראל יביאו להעמקת הנזק הכלכלי והאסטרטגי שהוא משלם ולהקרסת יכולותיו. אני מודה למפקדי וחיילי צה"ל היקרים על פעילותם וגבורתם בכל הגזרות.
دي بعض المشاهد للضربات اللي وجهتها إسرائيل وأمريكا لإيران في الساعات الأخيرة. این کجا؟ اینا عبدالله اینم زد این دماونده؟ همین دماونده آره مخازن سبزه آره نه مخازن سبزه نه مخازن گوجه ولش کن آتیش بگیر بچه‌ها این مخازن سبزه؟ بله مخازن سبزه من المشاهد المهمة أيضا الإعلان عن كمية الضربات اللي وجهتها إيران للأراضي المحتلة والخليج. الإعلان من إيران. الله الرحمن الرحیم. در ادامه شکست بسیار سنگین ارتش متجاوز آمریکا در بامداد امروز در جنوب اصفهان و به دنبال حمله دشمنان به پل دی1 کرج و صنایع پتروشیمی ماهشهر، علاوه بر عملیات نیروهای مسلح علیه اهداف خاص نظامی، عملیات تلافی جویانه‌ای در پاسخ به این تجاوزات آشکار در موج 96 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا رقیه سلام الله علیها در دستور کار قرار گرفت. طی عملیات مشترک نیروهای دریایی و هوافضای سپاه تا صبح امروز مرحله اول پاسخ به این اقدامات با به آتش کشیدن اهداف صهیونی و آمریکایی در سرتاسر منطقه بر این اساس انجام شد: 1. حمله به پالایشگاه تامین کننده سوخت جنگنده های رژیم صهیونی که منجر به تخریب بخش‌های اصلی آن گردید. 2. حمله به تأسیسات گازی اکسان موبیل و شورون آمریکایی مستقر در حبشان امارات. 3. حمله موشکی به پتروشیمی آمریکایی تولید کننده مواد سوختی نیروهای مسلح آمریکا و محصولات نظامی رژیم صهیونیستی مستقر در ارویس امارات و آتش سوزی گسترده آن. 4. حمله سنگین پهپادی به پتروشیمی آمریکایی سیتره بحرین که منجر به آتش سوزی گسترده و انهدام بخش‌های مهم این صنعت شد که در تولید مشتقات نفتی مورد نیاز ارتش آمریکا نقش مهمی دارد. 5. حمله به تأسیسات آمریکایی پتروشیمی شعیبه کویت که منجر به آتش سوزی بسیار وسیع و توقف کامل این مجموعه همکار نیروهای مسلح آمریکا گردید. دریادلان نیروی دریایی سپاه در موج 97 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا قاسم ابن الحسن علیه السلام چندین هدف مهم از تروریست‌های آمریکایی صهیونی و دارایی‌های آنان را در خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن در هم کوبید. ده إعلان إيراني عن حصيلة الساعات الأخيرة في الخليج والأراضي المحتلة. نام محل تجمع فرماندهان و افسران آمریکایی در یک مکان پوششی در حوالی پایگاه دریایی محمد الاحمد کویت با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادهای انهدامی. شایان ذکر است طبق اخبار دقیق طی تهاجم دیروز نیروی دریایی سپاه به محل تجمع نیروهای آمریکایی در امارات تا این لحظه 25 نفر به طور قطعی کشته یا زخمی شدند. در ادامه این عملیات یک شناور صهیونیستی با نام تجاری کینگ داو استار در کانال بندر جبل علی امارات با موشک کروز قدیر مورد اصابت دقیق قرار گرفت. این کشتی همکنون در حال سوختن است. طی روز گذشته تاکنون در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز از ورود و خروج چندین شناور به دلیل نداشتن مجوز تردد ممانعت به عمل آمده و شناورهای مذکور به لنگرگاه غرب و شرق تنگه. همچنین در ادامه این موج منطقه صنعتی وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی در بیروسب به تلافی شرارت‌های رژیم صهیونیستی توسط رزمندگان غیور هوافضای سپاه مورد اصابت قرار گرفت. دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز در پاسخ قاطع به جنایات دشمنان آمریکایی صهیونیستی صنایع پتروشیمی و مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی در جنوب سرزمین‌های اشغالی در نزدیکی دیمونا و انبار تجهیزات، واحدهای ارتباط ماهواره‌ای و ستاد نیروهای ارتش تروریستی آمریکا مستقر در بوبیان کویت را آماج حملات پهپادی قرار دادند. انبارهای هدفگیری شده در این پایگاه محل نگهداری مهمات، سامانه‌های موشکی نظیر هایمارس تأخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم پهپادی قرار گرفت. مدافعان آسمان کشورمان در ارتش و سپاه تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در ساعات گذشته موفق به سرنگونی یک فروند پهپاد MQ-9 در آسمان اصفهان و یک فروند پهپاد لوکاس در حوالی جزیره خاک شدند. با احتساب این سرنگونی‌ها تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور به 163 فروند رسید. ما از ابتدا اعلام کرده بودیم که هر تعرضی به اهداف غیر نظامی با پاسخ مضاعف به منافع على ذكر الإمارات في مرحلة صعبة جدا
قبضت على مضيف طيران بيصور. الامارات عندها سعار ان محدش يطلع اللي بيجرى فيها. الامارات تعتقل مضيف طيران بريطاني بعد نشر صورة لغارة بطائرة مسيرة في مطار دبي. الامارات كمان مضيقة على المواطنين الايرانيين اللي موجودين على اراضيها، والمتحدث باسم الخارجية الايرانية طلع يقول لهم عيب كده لان احنا مش هنسكت. و میدونید ما رابطه دیپلماتیکمون با امارات برقرار هست، کنسولگریمون در دبی فعال هست. همه مواردی که شکایاتی که ما از ایرانیان دریافت کردیم مبنی بر ایجاد مزاحمت براشون یا نقض حقوقشون، اینها رو با دقت و جدیت بررسی میکنیم. حمایت از حقوق اتباع ایرانی که خود اماراتی ها هم معترف هستند که ایرانی ها سهم بسزایی در شکوفایی اقتصادی این کشور ایفا کردند. حقوقشون باید کاملا رعایت بشه، محفوظ بمونه. بنابراین وزارت امور خارجه در هماهنگی با سایر نهادهای ذی‌ربطی که به نوعی در حمایت از حقوق اتباع ایرانی در کشور امارات نقش دارند حتما اقدامات و تدابیر لازم رو اتخاذ خواهد کرد. ايضا من المواضيع المهمة جدا ان ايران بتؤكد انها اصابوا قاعدة العديري في الكويت، قاعدة بيتواجد فيها الجنود الامريكان، ونشروا الصور بالاقمار الصناعية لاصابة القاعدة. بالنظر الى مركز الوحدات البرية والقوات الخاصة والوحدة الخاصة المرحليات المعروفة ان معسكر العديري الواقع شمال مدينة الكويت لعب دورا هاما في العملية الأخيرة للعدو المعتدي جنوب أصفهان، إنه خرجت منه طيارات اللي عملت المشهد سواء بتاع إنقاذ الطيار بقى أو محاولة استخلاص أو سرقة اليورانيوم المخصب من الإمارات من إيران. فإيران قالت الكويت والقاعدة دي تحديدا هي اللي خرجت منها تلك الطيارات وهم ضربوها النهارده. امبارح ترامب بلغ الشركات الامريكيه بانها تمنع نشر اي صور من الاقمار الصناعيه. وخرج الاعلام الامريكي يقول انهم السبب انهم اكتشفوا ان ايران استخدمت الاقمار الصناعيه الامريكيه في الوصول لاماكن عسكريه في الخليج وفي الاراضي المحتله عن طريق برامج ذكاء اصطناعي صينيه بتقدر تحلل اللي بتلتقطه الأقمار الصناعية الأمريكية. فهمنا حضرتك؟ إيران قدرت عن طريق برنامج ذكاء اصطناعي صيني تحلل ما تلتقطه الأقمار الصناعية الأمريكية وقدرت تضرب الأمريكان بتلك الطريقة. Has told the ABC a Chinese company's publication of AI-enhanced satellite images of American bases in the Middle East is helping Iranian forces identify targets. Chinese AI and software company Mizar Vision, which the Chinese government has a small ownership stake in, has been publishing detailed satellite images with tagging data of multiple US military sites in the lead up to and during the war in Iran. But what this tool does is it sort of looks across a vast area of that satellite data and then does geolocation and tagging and identification of individual military assets within that target area, which traditionally has only been something that an intelligence agency like a US intelligence agency, for example, has been capable of. So it's quite an interesting development that this is just a Chinese company. The other thing to make note of this as well is that this company posted up multiple analysis imagery, AI-tagged imagery of US assets, which were then targeted by Iran. So أستاذ معتز، لماذا أحس أنك تكبر في إيران أكثر من اللازم؟ ويعلم الله أنا لا أتحدث بطريقة طائفية. الأهم من هذا كيف قتلوا رئيس استخبارات الحرس وهو أهم قائد حاليا في إيران، ولا أظن أن مكتبي حي. أتمنى منك سعة الصدر.
اولا ده سؤال ذو شقين. الشق الاول، كبر في ايران. هي ايران مش محتاجه حد يكبرها. هو اللي مش قادر يشوف ان ايران كبيره حقيقه، ده عنده مشكله ولازم يركب نظارات حقيقه. يعني دوله محاصره بقالها اكتر من 40 سنه، 40 سنه تقدر تصنع سلاح وتصل لهذا المستوى وتسقط كل الاكاذيب اللي كانت بتتقال. شايف انت الناس اختفت بتوع ايران واسرائيل واحد، ودي لعبه، وايران لا يمكن تهاجم اسرائيل، وامريكا عامله ايران، وايران هي العدو الاكبر، وكل الكلام ده تساقط. ايران اللي اثخنت العدو بشكل لم يحدث في تاريخ الامه دي كلها من سنه 48، لا في 73 ولا في قد 73 10 مرات. ده على السبيل. فانا ما بكبرش حاجه، وهي كبيره لوحديها مخليه ترامب بهذا المشهد. ده اولا. ثانيا الاغتيالات. انا قلت لحضراتكم انه اسرائيل وغالبا عن طريق ركوب كاميرات المراقبه، وده شيء خطير جدا، لانها معنى ده انه ده حاصل في المنطقه العربيه، وبرامج الذكاء الاصطناعي بتقدر توصل. كنا متخيلين الحكايه في الاول وقت طوفان الاقصى في الاغتيالات اللي حصلت في ايران ولبنان، واللي ارتقى فيها حقيقه آلاف الشهداء، ان الموضوع عباره عن خيانه كبرى. لكن مع الوقت ومع اتضاح التفاصيل، مش كنا بنقول كده انه الحكايه هو تقدم تكنولوجي في هذا المربع تحديدا، وده بيلقي بقول لك ظلال خطيره جدا على المنطقه. يعني مصر مثلا مركوبه تقنيه الكاميرات المراقبه فيها كلها بمشاريع اماراتيه، وامارات هي اسرائيل، وحاجه منتهى القذاره. احنا مخترقين لابعد مدى ممكن. فده اعتقد السبب الرئيس في تلك الاغتيالات. ده رد على حضرتك وشكرا ليك. طيب، المخابرات الامريكيه بتؤكد ان ايران استخدمت الاقمار الصناعيه الامريكيه بالمساعده الصينيه. آقای دکتر، شما در توییتی زده بودین مبنی بر اینکه یکی از پهپادهای ساقط شده در شیراز متعلق به 2 کشور حاشیه خلیج فارس بوده. بررسی هم نشان می‌دهد که آن یک پهپاد. لا، ده مش الفيديو، ده مش الفيديو صحيح. انا اسف جدا. مخابرات الامريكيه زي ما بقول لحضرتك بتؤكد ان ايران استخدمت اقمار صناعيه امريكيه بمساعده برامج ذكاء اصطناعي متطوره جدا صينيه. ايران بتقول ان الموضوع مش بس اقمار امريكيه الان، احنا عندنا طرق تانية. ووجهت اتهام مباشر ان امريكا استخدمت طائرات مسيره صينيه ادتها الصين للخليج باغراض دفاعيه استغلوها في الهجوم على ايران، وانهم اثبتوا ده. آقای دکتر، شما در توییتی زده بودین مبنی بر اینکه یکی از پهپادهای ساقط شده در شیراز متعلق به 2 کشور حاشیه خلیج فارس بوده. بررسی هم نشان می‌دهد که آن یک پهپاد چینی به اسم وینگ لونگ که درست گفتم بوده و امارات و عربستان از خریداران آن هستند و در قرارداد خریدش هم ذکر شده که فقط برای اهداف دفاعی باید از آن استفاده کنند. آیا ایران این موضوع را با چین مطرح کرده است؟ متشکرم. این موضوع مهمی است. هم متاسفانه نشانه این هست که بعضی از کشورهای منطقه یا مستقیما یا با اجاره دادن این پهپادها به آمریکا به نوعی دارند در ارتکاب جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مشارکت میکنند. در هر دو صورت مسئولیت بین المللی این کشورها رو ما گوشزد میکنیم. در رابطه با گفتگو با کشور ارسال کننده این پهپاد هم بله، این موضوع حتما با طرف چیني مطرح خواهد شد. قال لك الصين بايعه لهم لدولتين في الخليج، الامارات والسعوديه، الطيارات دي عشان اغراض دفاعيه. فهم لقوا طياره
اسقطوا طياره في ايران واكتشفوا انها الطياره الصينيه اللي متباعه للامارات والسعوديه. فقال لك هو حاجه من اتنين، لا الا الدول دي بتشارك في الهجوم علينا بشكل مباشر، لا الا اجروها للامريكان عشان تستخدمها. وفي الحالتين اسماعیل بقاء يوجه رسائل للخلیج. آمریکا به این منطقه تعلق نداره. در این 37 روز هم همه دیدن که تنها دغدغه آمریکا صیانت از موجودیت رژیم صهیونیستی است. برای امنیت کشورهای منطقه هیچ ارزشی قائل نیستن. ما خودمون رو دوست کشورهای منطقه و امنیت منطقه میدونیم. بارها هم هشدار داده بودیم که کشورهای منطقه بر اساس تعهداتشون طبق حقوق بین الملل، فکر نمی کنم توقع اضافی باشه، بر اساس تعهداتشون طبق حقوق بین الملل خودداری بکنن از اجازه دادن به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای استفاده از امکاناتشون جهت حمله به ایران. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. طبق بند ماده 3F از قطعنامه تعریف تجاوز که یک قطعنامه اجماعی است در سازمان ملل متحد، قطعنامه خیلی روشنی است که در سال 1974 تصویب شده، اقدام این کشورها مصداق عمل تجاوزکارانه است. با وجود این ایران واقعا با نجابت هیچ وقت اعلام نکرده که این کشورها به عنوان دشمن ما هستند. ما همیشه گفتیم کشورهای منطقه رو دوست خودمون میدونیم، مصمم هستیم به حفظ روابط دوستانه با همه این کشورها و امیدواریم که در آینده کشورها با درس گرفتن از اتفاقات این جنگ تحمیلی و قبل از اون واقعاً به این نتیجه برسند که امنیت منطقه جز با همکاری و همراهی همه کشورهای منطقه. انا قلت لحضراتكم انه الخليج ان قواعد الامريكا لن تستمر في المنطقة اذا لم تسقط ايران وتستولي على نفط الخليج. امريكا هترحل بعد تدمير القواعد، وان الخليج ما قدموش غير اتفاقيات امنيه مع ايران، وان المنطقه بالانضمام لتركيا ومصر وباكستان المنطقه تشوف امنها بنفسها. ده الحل الوحيد. بقائي لامريكا، لن نرضخ لمهل ترامب. امریکا به این منطقه تعلق نداره. در این 37 روز هم همه دیدن که تنها دغدغه آمریکا صیانت. خب اگر از بنده به عنوان نماینده یک ملت متمدن و با فرهنگ که اولین چیزهایی که از بچگی بهمون یاد میدن این هست که مؤدب باشید، اگر انتظار دارید که اون حرفا رو حتی بر زبان بیارم حتما من معذورم، چون عرض کردم ایرانیان حتی در عصر حجر هم با ادب و متانت صحبت میکردن. اینجور ادبیات نشانه بزرگی و اعتماد به نفس نیست. اینها رو باید روانشناسان بررسی بکنن که دلیل استفاده از چنین ادبیاتی چیست. در رابطه با ضرب العجل و ببینید ایرانیان در دفاع از کشورشون قرار نیست مقهور چنین ضرب العجل هایی بشن. چنین ضرب العجل هایی صرفاً بیانگر نیت و قصد مجرمانه و جنایتکارانه کسانی است که چنین ضرب العجل هایی رو مطرح میکنند. ما در پاسخگویی در دفاع از کشورمون در کوچکترین تردیدی به خودمون راه نخواهیم داد. نشون دادن نیروهای مسلح ما که چگونه در برابر هر تعرضی عمل خواهند کرد. بر جامعه بین المللی است، بر کشورهای منطقه و کل کشورهای عضو سازمان ملل متحد هست که در مقابل این روند عادی سازی جنایت و قانون شکنی ایستادگی بکنن. قال لك انتوا مستنيين ان انا ارد بنفس اللهجه القذره اللي بيستعمل بيها ترامب؟ احنا كايرانيين مؤدبين حتى من وقت العصر الحجري واحنا بنستخدم تعبيرات مهذبه. انما عايز اقول له روح لامك، احنا تهديداتك دي ما بنشيلهاش من ارضها. وامريكا بتكذب بشأن اقارب سليماني. انت عارف في حديث انتشر بناشرين صور بنات امريكا ابعدتهم
يقول لك دول اقارب سليماني. هكذا رد اسماعیل بقائی. واژه آمریکا مدعی شده که یک تبع ایرانی که از اقوام شهید سلیمانی هستن رو دستگیر کرده. شما این واکنش شما رو خواستم به این ادعا داشته باشم. متشکرم. والا اولین واکنش هست که شهید سلیمانی ما چقدر بزرگ هست که بعد از چند سال از ترور ناجوانمردانه ایشون نه تنها همچنان مقامات آمریکایی به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهاشون از این جنایت نام میبرن، بلکه هر آن کس که تشابه اسمی هم با این قهرمان ما داشته باشن به نوعی در معرض آزار و اذیت قرار میگیره. همونطور که خانواده شهید سلیمانی هم اعلام کردن، ایشون هیچ خویشاوندی در آمریکا یا خارج کشور ندارند. این فرد صرفاً احتمالاً مشابهت اسمی داشته باشند و اینکه آمریکایی ها چنان از این موضوع اسم میبرند که گویا فتح الفتوحی انجام دادن، خودش نشونگر این هست که واقعاً چقدر خیلی ساده و خودمانی عرض بکنم کفگیرشون به ته دیگ خورده که از این موضوعات برای ارائه یک پیروزی در عرصه دیپلماسی استفاده میکنن. اون چیزی که مشخص است همونطور که خانواده شهید سلیمانی هم اعلام کردن، فردی که مدعی هستند در بازداشت پلیس مهاجرت آمریکا قرار گرفته هیچ ارتباطی با شهید سلیمانی ندارند، اما به هر حال به عنوان یک تبع ایران ما مطالبه‌گر حقوق ایشون هستیم. دستورالعمل‌های لازم هم به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن داده شده. به هر حال ما وظیفه داریم از اتباع ایران در هر کجا که دچار مشکل میشن حمایت بکنیم.